بله، تازه کردن مسجد یکی از عبادت‌های بزرگ است. پیامبر صلی الله علیه وسلم یک زن سیاه چهره بود، گاه هم مسجد میرفت. باری گفتن که همون زن کجا شد؟ نمیبینم چند وقت شد. گفتن که یا رسول الله مرد. بعد غضب کردن. برای چی؟ گفتم ما رو با آگاه نکردیتون به جنازش. که انهم تقالوا شأنها، گویا آنها شأن آن زنک پس حساب کردن. گفتن یعنی که کرای پیامبر صلی الله علیه وسلم به جنازه این زنک آواره کردن نیست. گفته فکر کردن و خداشون جنازه کردن بردن دفن کنن. و پیامبر صلی الله علیه وسلم بدی چندین وقتها تعاهد سراغ کردن فلانی کجاست. و این دلالت به اهمیتی پیامبر صلی الله علیه وسلم برای آنهایی که در آبادانی مسجد خدمت میکنن. بعد غضب کردن. دو، وقتی که به جنازش ایشان رو خبردار نکردن. سیوم، بعد به دلونی علی قبرها، قبرش به من نشان دهید گفتن. وقتی که قبرش نشان دادن رفته در بالای قبرش نماز جنازه خاص خواندن برایش. این دلالت به اهمیتی پیامبر صلی الله علیه وسلم برای آنهایی که اون در یک هفته یک مرتبه تقریبا مسجد میرفت. مسجد هم عبارت از قالین نداشت، زمینش زمینی خاکی شغل میده بود، اینجا میرفت یا تازه میکرد تمام. امروز که قالین ها هست باید پلیساس کرده شود، باید تازه نگاه کرد، نمازگزارای زیاد در نماز تراویح میبیاید. ولی این ثواب عظیم هست تازه کردن مسجد. از مسجد یک خصیمه ایده اگر کسی یافته برایت، پیامبر صلی الله علیه و آله همین ذکر کردن شب معراج. گفتن که برای من از همه عملی که ثوابش میده هست نشان داده شد که همین از مسجد یک چیزی خصیمه ایده چه برآورده است، بیرون کرده است، ثواب دارد. و وقتی که شما مسجد تازه میگوید زبانتان باز مشغولی به ذکر الله تعالی باشد، یا اینکه در گوشتان قرآن ماندگی گوش کرده روان یا صحبت علمی ماندگی گوش کرده روان مسجد تازه کردن گیرید. اگر امکانیت باشد خیلی امکانیت ذکر کرده روان، یعنی دو عبادت یک جای میکنید. زبانتان تر از ذکر الله تعالی، دست و پاهاتان برای تازه کردن خانه الله تعالی مشغول است.